راستگویم یا دروغ؟ کدام نویسنده تاجیک در سالهای آخر در مقیاس جهان عنوان دکتر نامه گرفته است؟ هیچ کس بغیر از هاشم کدوم. من نقض نمیبینم، دروغ گفتم. گپی راست گویم شما با نمیفورد، گپی راست هیچ کس با نمیفورد. دروغ نگفتنم این قهرمانی است. دروغ نگفتن هاشم کدوم میگه قهرمانی است. ای برادر، من نگاه کن، آبی دیدم برام است، دلم با ملتم میسوزد. در ترمه بزرگوارش روس چرنیشفسکی فردوسی میخواند. تمام بزرگان جهان، گیوته، بزرگان جهان، نیچه و غیره ها از ادبیات ما سر تعظیم خم کرده آموختگیان. امروز ملت من در روسیه گاستربایت خانه یک کمپیر رو توالت میشوید. اگر خط زنید پیش خدا به هر دو جواب میتید. من نمیخواهم که تاجیک من این خور زور شود.